قطعه چند تا تکنیک جالب توش هست. اولا که کارولی خودش آهنگساز بود و گیتاریست بود و خیلی قطعای آسون برای مبتدی‌ها نوشته، ولی حتی کنسرتو گیتار هم نوشته. خب نگاه بکنین، اولا فرم این قطعه چند تا تکرار داره. قسمت ایش که 2.5 خطه، خب میاره ما رو به خط سوم، این بعد تکرار شه. از خط سوم دوباره دو تا خط دیگه بعد تکرار بکنیم، دوباره یه تکرار دیگه میاد خط 6 7، خط 7 دوباره یه تکرار دیگه داره. تموم که شد دکاپو الفینه، دوباره برمیگردیم اول میزنیم تا لغت فینه. این که فرمشه. بعد دوباره این سول پدال داریم که خیلی آروم باید بزنیم، خیلی آروم، نه یعنی اینجوری بزنیم، این واقعا اشتباهه. سول خیلی آروم، اصلا نمیخوام بشنوم. این خیلی مهمه. و خط 1 2 3 4 5 بعد از فینه نوشته سول دیز فورته، اینجا با قویشین. حالا نوتای دو نوت با هم، انگشت 4 و 3 رو بذارین رو نوت سی و ره. پس شد. خیلی جالبه. بعدم آرپژیو داریم که بعد من توضیح میدم. P I M I، یعنی این سه تا انگشت رو بذاریم P I M I M I M I P I M I M I. بعد برمیگردیم دوباره گام، یعنی چند تا نوت پشت سر هم، آکورد. به اینم میگن اکتاو. از لا تا لا 8 تا نوته، لا سی دو ره می فا سول لا. با 2 تا لا تموم میشه، یعنی یک اکتاو با اکتاو تموم میشه.